جامعه جهانی از جمله دایره‌های منفعت‌دار و داخلدار به حل این مسئله تا اندازه بی‌تفاوتی ظاهر کردند. حتی بعض از سیاستمداران که حالا در نفقه است از یک کشور مترقی جهان، دموکراتی جهان، با من هم خیلی جواب داد. محترم پرزیدنت، پرابلم افغانستان این پرابلم شما، این پرابلم منطقه شما، برای ما پرابلم های اروپا بسنده است. و بعد اون حادثه های سپتامبر بعد توجه جامعه جهانی تغییر یافت. من این تکلیف سال 2008 کردم. در نتیجه مشکلات افغانستان به جای رسید که امروز تمام بشریت، مخصوصا تاجیکستان و دیگر کشورهای همجوار آن را به تشویش و نگرانی جدی آورده است.